بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، روز و روزگارتون به عزت و برکت انشالله. با درس 4 در خدمتون هستم. تیتر درسمون تلفظ حرف زال هست. در فارسی حرف زال مثل حرف ز تلفظ میشه و با هم فرقی نمیکنه. برای تلفظ حرف زال در عربی سر زبان با لبه های دندون ها یا پشت دندون ها در قسمت آرواره بالا، قسمت جلو با فشار کم تماس پیدا میکنه و هوا هم با فشار کمی که روی زبان ایجاد میکنه حرف زال به صورت ظریف، نازک، کم حجم و رقیق تلفظ میشه. به اصطلاح به این حرف نوک زبانی میگن. حرف زا هم در عربی مثل حرف ز فارسی تلفظ میشه. به تلفظ حرف زال دقت کنید. ز قسمت سر زبان با فشار کم تماس پیدا میکنه به لبه دندونهای بالا و حرف زال تلفظ میشه. در قسمت بعدی یک مورد نکته اومده. در بالا گفتیم که سر زبان با لبه دندونها یا پشت دندونها در قسمت جلو برخورد میکنه. در این نکته گفته شده که وقتی میخوایم حرف زال رو تلفظ کنیم برخورد سر زبان یا نوک زبان با لبه دندونها آسان‌تر هستش. یعنی وقتی در عمل میخوایم اجرا کنیم سر زبان یا نوک زبانمون به لبه دندونها بخوره کار راحت تری هست تا اینکه سر زبانمون به پشت دندونهامون برخورد داشته باشه. در قسمت تمرین شماره 1 گفته حروف رو به دقت بخوانید. حرف زال و ز در جدول اومده، براتون میخونم دقت کنید. ز، زی، زو، ز، زی، زو، ز، زی، زو، ز، زی، زو، از، ایز، اوز، از، ایز، اوز، زن، زین، زون، زن، زین، زون، از، ازی، ازو، از، ازی، ازو. در تمرین 2 طبق دروس گذشته کلماتی رو داده در جدول و گفته که حرف زال رو با حرف زا مقایسه کنید و بخونید. 2 ستون داره. ستون اول کلمه با حرف زال هست و در ستون دوم کلمه با حرف زا. براتون میخونم دقت بفرمایید. تزیلو خار میشود، تزیلو میلغزد. ذم بدگویی کرد، ذم محکم کرد. زرعن اندازه، زرعن کشت. زل خار شد، زل لغزید. پس باید خیلی دقت کنیم تا موقع ادای حروفی که مخرجشون فرق داره به درستی بخونیم و تلفظ کنیم که معنی کلمه و آیه عوض نشه. در تمرین بعدی خواسته شده که کلمات رو با توجه به مخرج حرف زال بخونید. از هر خط یک کلمه براتون میخونم دقت بفرمایید. نزلنا الذکر یذبح علیهم الذلة ذی قوة والذاریات ذروا فنبذناهم یتذکرون. در تمرین آخر هم که تمرین 4 هست آیاتی رو آورده و گفته شده با توجه به حرف زال به دقت بخونید. 3 آیه براتون میخونم دقت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته يوم
ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم. صدق الله